بخور دیگه. بخورش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه لبتون خندون، دلتون پر از امید و آرامش باشه. حامد تبریزی در کناره. امیرعلی عبدالی هستم. الهمون علیکم به تیم جنگی جیکسلیتای آقای تبریزی فرق میکنه یکم میدونی. قراره با هم دیگه نگاه کنیم به کلیپ‌های خنده‌داری که شما برای ما فرستادین و هر کی بخنده بازنده است. هر کی بخنده میمیره و مجازات قراره بشه. مجازات رو نشون بدیم به آخرش. نه آخره. ما رو دنبال کنین. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم که داشته باشید. خب آماده ای؟ من از سنگ ساخته شدم اصلا. نمیخندی نه ولی خب شروع نشد. نه این داشتم نفسم تنظیم. ولی خب امیدوارم که به جا بخندیم انشالله. و توی ویدیوهای قبلی به من اومدن گفتن آقا تو چرا نمیخندی؟ گفتم که خب خنده بر هر درد بی درمانی دواست، اما باشه. Let me sniff this ass in front of you. یه بار دیگه. Let me sniff this ass in front of you. ببین من یه سوال دارم. این مثلا از اونجا دستشو میاره بیرون مهمه مثلا چه بویی بده؟ آره دیگه یه وقت بوی خوب نده باید حتما بوی بد بده. بعد اصلا بوی بد بده تو اون لوکیشن، مثلا توی قطار که ایشون تشریف تو اتوبوسه اونجا مثلا آبخوری داره بره دستشو بشوره. اینا کثیفه، اینا خارجی بود دیگه، اینا کلا نمیشورن اونجا. آدمای خارجی پاک کثیفن. میکنن. یعنی اون همون دستمال که الان اونجاست اونو کلا کثیفن. آره بو میدن همشون. همشون بو میدن. من 63 سال فرانسه بودم. پرتغال بودن. بله. محصولات صادراتی صادرات میکردیم. بله. بریم عدی. سلامتی شلغم نه به خاطر شلش، به خاطر غمش. سلامتی خیار نه به خاطر خش، به خاطر یارش. سلامتی بلود ریدم تو گلو. منتظر بودم یه بچه بیا پایین. منتظر ریمیکس این بودم ولی خب ولی واقعا من یه بار دیگه دوست دارم ببینم. سلامتی شلغم نه به خاطر شلش، به خاطر غمش. سلامتی خیار نه به خاطر خش، به خاطر یارش. سلامتی بلود ریدم تو گلو بخوری. بله دورته یعنی چه بچه بانمکی. بیا تو این یکی بدون پولم میتونیم خوشبخت باشیم. فقط باید چرا؟ بدون پولم میتونیم خوشبخت باشیم. فقط باید این بچه تو هیچ؟ چرا؟ من سوادم فکرم ریاکشنه. بریم 3 2 موتور بیارش داخل. موتور رو باید بالا که بیشتر نره دوست کنه. منظور اینه که آبرومون نره بیارش داخل. یه بودی نگاه کن بفهمی چی بود. موتور بیارش داخل. موتور رو باید بالا که بیشتر نره دوست کنه. منظور اینه که آبرومون نره بیارش داخل. دفعه دوم خنده حساب نمیشه؟ نه چرا؟ نمیشه. یارو میگه که موتور بیار تو، این داشت گنده گوزی میکرد که آقا مثلا از این موتور شهر یه دونه بیشتر نداره. گفت نه به خاطر آبرو. بیار تو. این چطوری؟ اون سانسور باید بشه نه؟ ماهیت کار معلومه چیه؟ چرا؟ بنده خدا تصور کنید فکر کنم مثلا دماغ خیلی بعده. اول از اینکه اونجا ایربک حساب میشه، دماغ هیچ اتفاق واسش نمیفته.
نه دماغ نمیگم که مثلا بخوره. بعد اینا سربازن، اضافتشون زیاد تکمیل نیست. بگم با صورت رفت. اصلا گفتم خارجی ها کلا نمیشورن. خارجی ها کلا کثیفن، بو میدن. آره نه با دستمال نمیشورن دیگه، تو دستشویاشون آب نیست. آب هست. خب شاید تو دبی بوده، شاید مثلا تو فرانسه که شما رفته بودی بوده. نه اشتباه داره ببین آب هست، اصلا شیر آب هست. خب این حرف که میگه اصلا همه جا آب هست، ولی خب با دست کار نمیکنی، با دستماله. بریم بعدی. انتخابات 20 سال خرداد ایران رو چطوری می‌بینید شما؟ به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیون. من اینو به خدا 1000 بار دیدم، هر دفعه میخندم. اون سری قبلی که با آقا مهدی امیری بودیم اونا کجاست؟ یه دونه باید برگردیم قبل. یه چند تا من با اینا خیلی خندیدم. یه دونه رو نگاه کنیم. آماده ای؟ این تو بچه چرا برنج؟ من عاشق اینم. یه همونیه که میگه خورشید پشتش به ماه. فکر نکنم باید یه باری ببینی ارزش داره نه؟ این پسر چیزه همون بسیار بازم سینه‌هاش داره تکون میده و حرف این دوستانم کاملا درسته. این الانش هم واقعا همینه. این تو بچه چی کارا میکنه؟ چرا برنج؟ چرا برای که یعنی این ویدیو ادامه داره 2 ساعت تحلیل میکنه. مرسی. یه مثلا یکی کلینیک مثلا رفتی دیگه واسه تبلیغات و اینا میرن مثلا اونجا میگن از اینجا چی میشه؟ چونه میگن از چونه ما سرنیزه در بیار، اینجوری مثلثی سمبوسه‌ای در میاره. خب بریم بعدی. جذاب بود واقعا. این خنده بخور بخوره بیا اینو بخور. بخوری یهو بیاد تمام. من نمیخورم ممنون. نه بزرگم بخوره بیا اینو بخور. این بیایید بخوری من اینو خب سریال شهرزاده خب بعد میفکرم زنه باردار شده، بعد حالش بده میره بالا میاره اینجوری میاد مثلا بهش میگه بیا اینو بخور. من اینو دیدنی مثلا همونجا 2-3 بار عقب جلو کردم دیدمش کی 2-3 سال پیش، بعد ریمیکسش تازه پخش شده. خب بدون هیچ وقفه میریم برای اجرای مجازات. آقای امیرعلی عبدلی شما از اینکه باختین خوشحالین یا نه؟ من نه. او چه بویی داره. فلفل لاماستا به زبان خب ایندیایی همون هندی میگن رم دوستا دیبیسیو روتومنا ادسیو تو رسودی یعنی که دو دغمسا. اگه هندی بودن مجازات حساب نمیشه. ربستو دویا یعنی میگه اونقدری میخوریم تا از تند بودن غذایمان بمیریم. بله من وسطیه رو انتخاب میکنم که ماشاءالله تا صبح فلفله. چه بویی داره. این دستمالی که خارجه تو توالت استفاده میکنه. نمیاد خوب بدم. قورت داده. این الان شاید آسون باشه ولی این موقع خارجی ها گفتم خارجی ها اون موقع هم ولی چه بویی داره علی اصلا. خواهم یه زب بخورم تمام. چطوری میخوری تو اینو؟ حاج آقا من یه سری پا شدم رفتم رستوران، من گفتم فلفل بزرگ شیرینه، آورد گذاشتم توی کبابم، حالا دلتون نخواد زهرمار شد اون غذا واسه من. کباب بنابم حالا ایرانی‌ها میدونن دیگه بهترین کباب خفن. حاج آقا من زهرمار شد، زبونم تو این بچه چطوری خورده. کجا رفتی؟ ها؟ تو بخورم. کوف بخوری.
خیلی مخلصم، امیدوارم که از این ویدیو ما خوشتون اومده باشه. کوچیک همتون آماده تبریزی. یک خواسته از شما دارم، اونم اینه که زنگوله رو به صدا همه رو خوردی؟ همون دو داستان داره. اینطوری کن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یه خواسته داشتن که زنگوله رو به صدا در بیارین که هر موقع ما ویدیو گذاشتیم جزء اولین نفرایی باشین که اون ویدیو رو میبینین. دوستتون دارم از صمیم قلب. امیدوارم که این کفشو فعلا بخوره، رو بعدش طوری پر حرفی نکنم. از دور میبوسمتون. بخور دیگه، بخورش.